سلام بچه‌ها، خوش اومدین به 32مین قسمت دوره رایگان گریم تا ژورنال. توی این قسمت قراره که پارت سوم از کاشت گل رز سه‌بعدی رو با هم دیگه یاد بگیریم که به صورت استند گلس هستش. توی این دوره قرار بوده که 10 مدل کاشت گریم و ژورنالی رو با هم یاد بگیریم. قبل از این کاشت 7 مدل کاشت گریم و ژورنالی دیگه هم بهتون یاد دادم. اگر که دوست دارید کاشت گریم و ژورنالی رو یاد بگیرید، حتما بعد از دیدن این ویدیو بقیه ویدیوها رو هم ببینید. هنوز 2 مدل دیگه مونده که بهتون یاد ندادم. پس اگر که دوست دارید این آموزش ها ادامه پیدا کنه، حتما ازم حمایت کنید، ویدیو رو لایک کنید، قلب رنگی واسم کامنت کنید که انگیزه بگیرم و هر روز این آموزش‌ها رو واسهتون بذارم. بزن بریم که با هم شروع کنیم. خشکش میکنم. خب الان ضخامتش رو چک میکنم. به نظر من که خوبه، نیاز ندارم دوباره مواد بذارم. یه نکته‌ای که توی ویدیوهای قبلی بهتون گفتم، اینجام دوباره میگم، این که حتما باید از ژل بیلدر استفاده کنید، حالا یا سافت یا هارد. نمیتونین از پلی ژل استفاده کنین چون این شفافیت رو بهمون نمیده. نکته بعدی این که قلمتون حتما باید بدون هیچ گونه رنگ و پرز و کثیفی باشه. کلینزرتون که ازش استفاده میکنید همینطور اصلا نباید رنگی باشه که مبادا این ژلمون رو رنگی کنه. پس ژل ما باید کاملا شفاف باشه. این چند تا نکته رو رعایت کنید. اون نکاتی که حین کار بهتون گفتم هم رعایت کنید. خب حالا دیگه من کامل نوچیشو میگیرم از همه سمت و میریم که اول سوهان کشیشو انجام بدیم، خط لبخندمونم صاف کنیم، بعد دیواره سازی کنیم و تو قسمت فرنچش هم یه ژل بذاریم. کامل از همه طرف من اینو نوچیشو میگیرم، چون اگه نگیرین سرسوهانتون خراب میشه، ژل توش گیر میکنه و دیگه مکافات دارید. از این سرسوهان میخوام استفاده کنم، سرسوهان الماسه استوانه‌ای. حالا نکته که باید رعایت کنیم این که از کجا سوهان کشی کنیم. ما اولین جایی که شروع میکنیم به سوهان کشی کردن قسمت مرکز گلمونه و بچه ها باید حتما هم با ملایمت بکشید که یه دفعه خیلی گود نکنید این قسمت رو. قسمت مرکز گلمون رو سوهان میکشیم تا زمانی که برسیم به اون همون اولین دایره‌ای که گذاشتیم که رنگ بادمجونی تیره بود. به اونجا که رسیدیم بعد شروع میکنیم بقیه قسمت ها رو هم سوهان میکشیم تا به اون ضخامتی که اون هست برسه. پس شروع میکنیم. من فکر میکنم که رسیدم به مرکز. چک میکنم، میبینید اینجاست. خب حالا برای اینکه من زیر دستم خیلی پودر پخش و پران نشه، نمیتونم فن بذارم زیر دستم، برم یه چند تا دستمال بیارم بذارم زیر دستم. دستمال میذارید زیر دستتون، با آب روش میپاشید که خیس و نمدار بشه، تمام گردا رو به خودش جذب میکنه. خیلی خوب، کافیه برای اینکه خیلی گرد این بر اون بر نپاشه. حالا قبل از اینکه شروع کنم، ما اینجا به مرکز رسیدیم و این ضخامت رو لازم داریم. حالا نسبت به این ضخامتی که اینجا داریم شروع میکنیم بقیه قسمت ها رو هم سوهان میکشیم. تو ویدیوهای قبلی بهتون یاد دادم که با این دیواره سازی انجام بدین. الان میخوام اینو بهتون معرفی کنم که هم واسه تمیز در آوردن ریشه خوبه، مناسبه، هم واسه اینکه شما بخواید دیواره سازی انجام بدین یه دیواره خیلی صاف بهتون میده. پس هم میتونید قسمت ریشه رو و اطراف بالشتک ها رو بدون اینکه دست رو زخم کنید سوهان کشی انجام بدید، هم این که میتونید
باهاش دیوار سازیتون رو انجام بدید. این استوانه شنی هست که این الماس هست. این شنیه. کلا استوانه ها خیلی به درد بخورن بچه ها نسبت به بقیه سرسوهانا. خیلی خب، پس من اینو میذارم این گوشه و خیلی تر و تمیز اینم از خط لبخند فرنجم. این قسمتی که میبینید رفته به سمت داخل دقیقا همون جاییه که ما ژل رو گرفتیم و به سمت بالا بردیم و بهش یه قوسی دادیم. حالا من میخوام این قسمت رو یه کوچولو سوهان بکشم. بریم سراغ مرحله بعدی. توی این مرحله ببینید خوشگل شد. خب اینجا یه کوچولو رنگمون نامرتب شده. اینجا یه کوچولو که سوهان میکشیم که به نظرم کافیه. خیلی خوب، توی این مرحله ما چی کار میکنیم؟ میخوایم دیوار سازیمون رو انجام بدیم با هر رنگی که دوست دارین. من دوست دارم از رنگ سفید استفاده کنم. شما هر رنگی که خودتون دوست دارید برمیدارید و با استفاده از یه قلم اون دیوارتون رو کامل رنگ میکنید. لایه ضخیم نمیزنید. تا لبه میارید رنگ رو. اگه یه کوچولو هم از سطح بیرون زد هیچ اشکالی نداره، توی سوهان کشی درست میشه، ولی حتما باید تا قسمت لبه بیاد. اگر که رنگتون زیاده بکشیدش به سمت پایین که نازک بشه و خشک بشه، چون اینجا قراره ژل رنگی بیاد اصلا مهم نیستش. من حالا اینو تمیز نمی کنم بچه ها، بعد یه بافر بکشم میره، مهم نیست. رنگی که اومده بالا اینو خشک میکنم. حالا توی این قسمت از هر ژلی که دوست داشته باشید میتونید استفاده کنید. من از یه ژل شیری رنگ میخوام استفاده کنم. میتونید اینو با هر رنگی هم که دوست دارید قاطی کنید و یه رنگ جدید در بیارید دیگه. خیلی خوب، از بغلم چک میکنم خوبه. اینم از این میذارم توی دستگاه که خشک بشه و در نهایت یه سوهن جزئی هم روی این قسمت میکشم. و میرسیم به مرحله نهایی. خب چون یکم سطح کارم زبره بافرم میکشم روش، اون زبریشو هم بگیرم و خیلی هم عالی. میریم سراغ تاپشو هم میزنیم.
اینم از نتیجه جذابش. اگه تا اینجای ویدیو رو دیدی و هنوز لایکش نکردی حتما لایکش کن. اگر سوالی داری توی کامنت ها ازم بپرس، حتما بهت جواب میدم. کلی آموزش کاشت گرین و ژورنالی دیگه هم قبل از این ویدیو واسط گذاشتم. اگه دوست داشتی که کاشت ژورنالی یاد بگیری حتما اونا رو هم ببین. خوشحال میشم که نظرتو در مورد این کاشت بدونم. اگه که آموزش خاصی مد نظرت هست که دوست داری توی کانال قرار بگیره، حتما نظرتون رو بهم بگین. بقیه آموزش ها طبق نظر شما قرار هست که توی کانال قرار بگیره. کانال رو ساب کنید، زنگوله رو فعال کنید و منتظر ویدیو بعدی باشید.